آریایی رو به وجود آورد که گستره این امپراتوری در 3 قاره و بیش از 60% سرزمین‌های کشف شده در اون دوران در بر می‌گرفت. ایوالله. نکته جالب اینه که کوروش در ایران پارک، خیابان و هیچ بنایی نداره. اما ای راست میگه اینو. حداقل باعث افتخاره واقعا که چنین بنایی و چنین مجسمه ای رو بهش اختصاص دادن. چقدر خوشگلی مجسمه. اوه عظمت کوروش رو نشون میده. ماشاءالله چه پادشاهی که جوری هم گرفته. پارک کوروش تو خیابون رودکی قدم زدیم و ادامه دادیم به مسیرمون. نکته جالب خیابون رودکی برای من شباهت اون به خیابون ولیعصر بود. یعنی خیابون خدا شاهد، من میخواستم بگم چقدر این خیابون شبیه خیابون ولیعصر تهرانه. دیدی این چیتم گفتش، خیابون رودکی با درخت‌های چنارش و با مغازه‌ها، ساختمان‌ها و درخت‌های چنار و بلندی که داره خیلی منو یاد خیابون ولیعصر تهران انداخت. یه چیز جالب و آشنا هم اونجا دیدم و اونم بانک تجارت ایران شعبه دوشنبه بود که دقیقاً در مقابل بانک تجارت تو تاجیکستان هم، یعنی ببین خیلی مشترکات داریم و بچهای ایران هم خیلی رفتن تو تاجیکستان یه کارایی کردن، یعنی چجوری بگم، مثلا بانک بردن اونجا، محصولات لبنیاتی و فلان بردن، مثلا این میهن و کاله و اینا. دقیقاً در مقابل بانک امانت تاجیکستان قرار گرفته بود. این هم سردر پارکیه که داخل اون موزه ملی تاجیکستان قرار گرفته و ما با هزار ذوق رفتیم که از این موزه دیدن کنیم، اما به دلیل تعطیلات عید فطر این موزه تعطیل بود. ولی خب دست خالی از اونجا نیومدیم، چرا که مجسمه های بزرگان تاریخ ایران زمین و ایران تاریخی بزرگ رو تونستیم که ببینیم و از اونها فیلم و عکس گرفتیم. اسماعیل سامانی رودکی، ماشاءالله. بولواری که تبدیل شده به یک پارک جذاب، نورانی و زیبا با ساختمان‌های مهم و دولتی در تاجیکستان، در شهر دوشنبه. چه هوایی، مکان بسیار جذابیه برای پیاده روی. این ساختمان که در سمت چپ من می‌بینید از نظر معماری و تزیینات معماری بسیار ساختمون جذابیه. البته چقدر نمای خوشگلی داره. اجازه بدن که شما ساختمون رو بهتر ببینید، متوجه میشید که واقعا ساختمون راست میگه خیلی و جای بسیار زیبا و تمیزیه و خیلی لذت بخش از نظر بصری تماشای چنین بنایی در وسط شهر. همینطور که میبینید بسیار جذاب هم نورپردازی شده و چقدر زیباست. از اونجا رفتیم جایی که بتونیم غذای خیابونی محلی بخوریم، توی یک ساندویجی به اسم تنتوری که بسیار غذای خوشمزه و چای درجه 1 بهمون داد. چای چرا اینجا نهنگی بود؟ فکرم چای سبز بود. عزیزم سلام، دوست دارم، عاشقتم و سلام. آقای محترم، مگه نمیدونی اینجا سیگار کشیدن جرمه؟ نداداش من سیگار کشیدن جرم نیستش که. اوایل که ما رسیدیم اینجا هم ما مثل شما فکر میکردیم چون ما رمضونه شما نباید اصلا کلا تو خیابون سیگار بکشید. اما یه بنده خدایی به من اینو توضیح داد، گفت شما تو اماکن عمومی نباید سیگار بکشید. امام علی دستور داده که تو اماکن عمومی مردم سیگار نکشن. تنها جایی که میتونن سیگار بکشن کنار این دوستای عزیزمونه. سلام، چه جاله؟ روزتون مبارک. من که یعنی هم حرمت اونایی که روزه میگیرن حفظ بشه، هم حرمت هم اونایی که حالا روزه نمیگیرن، مسافرن و فلان، یه جایی داشته باشن که سیگارشونو بکشن. بسیار عالیه. آقا چه خبر دوشنبه؟ باید عرض کنم خدمتتون که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا الان برای من بسیار جذاب بوده. نظر در مورد مردم دوشنبه چیه؟ به شکل باور نکردنی مردم دوشنبه مهربونن، مهمان نوازن و وقتی با سیدم جلو نشوندن. ایشون پدر زنده باش، پدر آدوس مراد گلن و ما دوستان داشتیم تو را می اومد.
واقعا هم شبیه آقا دوستمراد هستش پدرش، یعنی دوستمراد شبیه پدرش خدایی. خوشتیپه. می اومدیم دیگه، هر کی اومدیم. کجا اومدیم؟ خیلی لوتیه جشن دوستمراد. من چاکرتم، تو قلبمی. سلام 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 سلام. تا یک ماه بعد از به اصطلاح ما میگیم لحظه تحویل سال، تاجیکستان جشن نوروزی میگیره. یا خدا. این جشن مراسم خاص خودش داره. سلام علیکم. ماشاءالله. واقعا بچه تا یک ماه بعد از اینکه نوروز تموم میشه، یعنی بعد سال تحویل، تا یک ماه شما جشن میگیرید. ما تا 13 روزه 13 به درم میریم سفر دیگه. خیلی باله، دمتون گرم. چه آب و هوایی، چه روستایی. اسم این روستا چیه بچه ها؟ سلام. لباسای خوشگلی، چه لباسای خوشگلی. سلام. بله بسیار عالی. مهمونه اینجا میکنن دارن الان صابونه روشه جمع میکنن. به به. اوه ماشاءالله. این دندی بشیر، دندی بشیری، با شیر گاو تو با گندم چه ماشاءالله. کالا پوچه شکامبه گو. اوه ماشاءالله. آبخوته میلی. اوه چه خوشمزه و خوشلعاب هم هست. آشپلو. آقا بچه آره آشپلو شنیدید؟ برنج و شبیه سبزی به هویجش میگن، شبیه قابلی پلو ازبکیه، اینجوری پر روغن. اینو روغن هم توش. بچه خیلی چرب نیست این غذا. آشپلو به نظرم خیلی چربه چون خیلی روغن داره. آشپلو بهش میگن. آشپلو از اخیر ماشاءالله. چه بخوریه گپ شکمه. سلام علیکم. شما بفهمید اول زنده باشید. بفهمید شما زنده باشید. بفهمید. به قرآن عشق میکنی. چقدر هم سر وقت رسیدین علی سلطان عزیز، به وقت نهار رسید. یعنی ما هر وقتی که وقت غذا یکی میاد میگم که مادر زنت مثلا دوستت داره مادر زنت، مادر خانومت خوشوت دوستت داره و سر غذا رسیدی. شما ما همین گوشی میشیم. با هم میشیم. ما همین ماشاءالله. نه ما همین گوشی میشیم. باش بزرگ باش. زنده باش. چشم همینجا همینجا زنده باش. از این حالت آشتوری که با شیر و گندم درست شده، شیر و گندم بزنیم. زحمت کشیدم. اوقات قدیم مادرای کهنه سالمان همیا بود. مادرمان 99 دا 90 بندی کردن هم خیلی خوشا میکنن. تو خوردن؟ جالبی داره، شور و شیرینه، خیلی هم باحال. من خودم اینجوری شارژ میکنم. خیلی باحال. شما درد نکنه. این فرمودی اسمش چیه؟ بیشیر؟ دنگیچه. این دنگیچه، این کله پاچه است. کله پاچه. یه چیز جالبه، این ظرفا ساخت روسیه است و قدیمیه. این ظرفا چینیه ساخت روسیه. نه ما میگیم چینی، آره، ولی این لابه چینی، این طرح مال ساخت روسیه است. توی ایران هم پیدا میشه. این از قدیم از روسیه میومده. البته شما چون با روسیه ارتباطتون بیشتر بوده، این ظروف اینجا بیشتر دیده میشه. وقتا میگم آقا این درش پلم بود، با درش دوستمون زحمت کشید با دندونشون کرد شد.
دندون واقعیش یا مصنوعیه؟ دندون نداره. با لب یک دونه دندون داره دندون که داره دندون اینه دندون واقعی طبیعیشه. ماشاءالله تا به این سن آقا خرابش نکن. ماشاءالله از دندونش به جا سربازکل استفاده کرد. بعد بگی با دندون بیگاری یک دندون داره اما آدم یه دوله استفاده میکنه سربازکل کرده. نمشکر این با کارد و چاقو و سویچ و هرچی انداخته بودیم باز نشد دیگه. بنده خود زمان چی کشید. عجب. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باش. این جمله که میگم پروردگار ما رو به سال دیگه عید هم برسونیم. یک سال. آخه چقدر این جمله زیباست. میگم پروردگار ما رو تا سال دیگه به عید برسون. این چقدر یعنی عید چقدر مهمه واسه شون. خدا همه فارسی زبانان رو زنده نگه داره. از عافیت لباس عافیت بپوشون و سلامت بداره. باشون صحبت میکنی با مردم معمولی تو کوچه و بازار احساس میکنی که داری یکی از اقوام خیلی دور تو میبینی که سالهاست باهاش ارتباطی نداشتی. من در مورد مردم چه ایران چی فکر زیبا. میکنن؟ چند وقته خیلی ایرانی. ببین یه چیزی بهتون بگم، هر چیزی که در مورد این موضوع شنیدید که تاجیکا ایرانو دوست دارن 100% درسته. واقعا به ایرانی‌ها عزت و احترام میدن. آفرین. به ایرانی‌ها ماشاءالله. علاقه دارن و نکته جالب وقتی مردم تاجیکستان میشنون که کسی داره زبون فارسی با لهجه ایرانی یا داره فارسی دری صحبت میکنه واقعا جذاب میشه موضوع براشون و سرعتشون رو کم میکنن و سعی میکنن که حرفا رو بشنون. باحال‌ترین چیزی که دوشنبه این چند وقت تجربه کردی چی بود؟ به شکل عجیب و غریبی این شهر تمیزه. از نظر زیباسازی شهری، طراحی ها و طرح‌های توسعه‌ای که توی ویدیو چند نمونهش رو دیدید نمره شگفت‌انگیز بالایی میگیره و نشون میده یک عزم جدی وجود داره تا چهره شهر از حالتی که در دهه‌های پیش شکل سنتی و قدیمی داشت تبدیل بشه به یک شهر مدرن با محوریت شخصیت تاریخی و هویت تاریخی این بخش از مردم تاجیکستان. یعنی آریایی هایی که برای چندین هزار ساله دارن در کشور تاجیکستان زندگی آخه آریایی هایی که دارن تو تاجیکستان زندگی میکنن. انشالله مردم تاجیکستان زنده و سلامت باشن. بعد جالب اینه که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شدت آدم با فرهنگیه، به شدت هم ایرانو خیلی دوست داره. خب بعد یعنی عاشق ایرانه. من یادمه که اون دوره که شهید رئیسی زنده بود، رئیسی اومده بود تاجیکستان، اونجا هم یه استقبال بی‌نظیری کرده بود از رئیسی. واقعا اونم واقعا جای تأمل داره. چون که میدونی آشپلو یکی از غذاهای میهنی تاجیکستان. سلام عید مبارک. نوروز مبارک. اوه شبیه قابلی پلوه این آشپلو نیست. آشپلو یا آشپلویی برنج داره که بسیار هم محبوبه. همینطور که میبینید برنج داره، گوشت داره و سبزیجات. اسمش درست گفتم؟ آشپلویی ملی، غذای ملی تاجیکستان. آفرین. بوی خیلی غذا ملیه. در تاجیکستان در واقع آش چه گوشتایی همون غذا رو میده، ولی در زبان فارسی امروزی ما آش فقط به غذاهایی که حجم زیاد مایعات داشته باشه میگیم آره. ما آش، شما به غذا میگین آش، فکر کنم مردم تاجیکستان به غذا میگن آش یا ولی ما نه، ما به آش به غذایی میگیم که آبکیه میگیم آش. یعنی چجوری بگم، اونایی که حجم بیشترشون آبه و حبوبات داره با خودشون، اینا ما بهش میگیم آش. به شکل یک سال دیگه ما عیدو ببینیم بعد میگن الله اکبر. خیلی الله اکبر. آقا قشنگ انگار من اومدم توی دربار خود، اصلا آب و هواش. بابا اینجا رو ببین. تاجیکستان نوروز مبارک شما رفتیم. قشنگ اینجا آب و هواش اینا. بابا نگاه کن قشنگ تو دربار اومدی. خیلی باحاله. میگم اصلا صحبتایی که میشه بین مردمشون دور هم میشینن
دغدغه‌ها، حرف‌ها، همه چیزایی که قدیمی‌ها میشستیم تو مجالس قدیم 4 تا بزرگتر بودن با هم دیگه حرف می‌زدن. فلان جا مثلا فلان گوسفند اینجوری شد، یا فلان جا بارون اومد، برف اومد، کشتی محلی اینجوری شد اونجوری. اصلا یه چیزای قشنگ من آورد به 20 سال پیش، خاطرات عالی. به پرنده های اینجا چقدر راست میگه. این مینا یا مینا بهش میگن، از قدیم اینجا بوده. شما بچه بودین گفت آره مینا گنجش چه وقتی گفتین؟ مینا گنجش موسیچه از قدیم بوده. از قدیم همینجا بوده موسیچه همینجا. مولا حدودک داشتیم و مولا حدودک فکر کنم حدودو میگن. این که ها مونده اینجا که در مای بود باشه هستای خوب هستای کارگس هستای اکای دمدراز هستای چه پرنده هایی؟ غاز هستای خراغ هستای شور پرنده سیمگ هستای. الان کجا داره میره این؟ دریای بخش. ها اینا رو دارن میبرن دریاچه، یه دریاچه خوشگل و خفن. ماشاءالله ماشاءالله. زیبای تاجیکستان. یه چیزی من راجع به پلاکا پرسیدم، پلاک نامبرها مثل دبی خرید و فروش میشه و پلاک هرچی رونتر باشه به اصطلاح رقماش جورتر باشه، آره ارزش بالاتری داره. نمیخوام ما رو میخرم. نه؟ غذا. فکر کنم اینجا ویلاتوره. ما فکر کنم الان علی سلطان آورده، رفیقمون آوردتش تو محله خودشون، تو روستای خودشون، تو منطقه خودشون و چقدر منطقه قشنگی. همون لحظه ای که رسیدن سفره رو بند کردن خوردن، مردم دور هم جمع بودن، بچه‌ها بازی میکردن. بعد آوردش یه جای خلوت که دریا هستش، آب هست، دریاچه هستش، آب و هوای خوب که برن دیدن بزنن. خیلی خفنه. ویلاتور که با هم دعوت کنید. حالت باقی کنار همین، حالت این آب پشت سده، اینجا بهش میگن دریا. به رودخونه ها اینا میگن دریا. و چقدر